توانا اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا، به نام آن که ملکش بی زوال است، به وصفش نطق صاحب عقل لال است، مفرح نامی جان هاست نامش، سر فهرست دیوان هاست نامش، ز نامش پرشکر شد کام جان ها، ز یادش پرگوهر تیغ زبان ها. بسم الله الرحمن الرحیم. به بر با اولیا، سین سر با اصفیا، میم منت بر اهل ولا، به بر او با بندگان، سین سر او با دوستان، میم منت او بر مشتاقان. به نام جهان داور دادگر، کزو گشت پیدا به گیتی هنر، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. ز نام و نشان و گمان برتر است، پدید آورنده برشده گوهر است. نخستین سخن چون گشایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. دو خاندان که از لحاظ شأن و مقام با هم همتراز بودن، تو شهر زیبایی به اسم ورونا که قصه غم انگیز ما اونجا اتفاق میفته، کینه های قدیمی خودشونو به فتنه های تازه نشوندن و توی این دعوا خونی که ریخته میشه دستای پاکی را آلوده بنازن به قدرتش. ببین چطور سرنوشته رو به هم گره میزنه که نطفه عشق دو عاشق میون این دو خاندان کینه‌توز بسته میشه و اتفاقهای ناگوار القصه به مرگ اونا منتهی میشه. دو خاندان و یک کینه در میان، ز کینه به هر دو تیره است آسمان، به روزی که آرام بود آبها، تلاطم فکندن این نوچه ها. اگر ساکتند
روزی ارباب ها، ولی آتش افروزند این نوچه ها. پدرها بجنگند با هم چون خروس، که آخر نگردد جولیت عروس. به خاطر همین دعوا هاست که اگر افرادی از این دو خاندان تو محلی با هم روبرو بشن، شلم شوربای به پا میشه که نگو و نپرس. کوچه های شهر ورونا شده محل تاخت و تازه شد. کنون قصه تا این قضا میرسد، شب ماجرای بلا میرسد. یه شب کاپولت مهمونی بزرگی ترتیب داده. همه بزرگان شهر، اشرافزاده ها، نجبا، مردم شهر و عده‌ای از خانومای زیبا هم تو این مهمونی حضور داره. اگر کسی وارد این مهمونی بشه و از مونتاگو نباشه، پذیرایی گرمی ازش میشه. داستان از اینجا شروع میشه که روزالین، محبوبه تنها پسر مونتاگو، یعنی رومو، هم تو این مهمونی حضور داره. بنولیو از رفقای رومو به اون اصرار که رومو داداش این کلات بذار سرت، با لباس ناشناس میریم به این مهمون. آقا تو روزالین رو با دخترای دیگه مقایسه کن که جمال و زیبایی روزالین در مقابل دخترای دیگه هیچه. شاید نظرش در مورد این دختره عوض بشه. از بنولیو اصرار، از رومو برو ببینیم بابا دلت باشه. روموی عاشق اعتنایی به حرفای بنولیو نمیکنه، اما خطر رفتن به مهمونی رو به جون میخره. البته نه برای دیدن دخترای دیگه ها، برای اینکه روزالینشه، حتی شده از دور. آخه قضیه از این قراره که روزالین دیوانه‌وار دوسته. رومئو مجنون، روزالین هم بهش پا نمیده. این بدبخت فلک زدم همش بری یک گوشه میشینه و دلی میخونه از فراق یار و دوری معشوق. آخه به دریا بنگرا، دریا تبینو، وای به صحرا بنگرا، صحرا تبینو، به هر جا بنگرا، کوه در و دشت، وای نشان از قامت رعنا تبینو. آخه روزالینو قبول میکنه به مهمونی دشمن خانوادگی خودش میره. اینطوریه که رومئو، بنولیو، یکی دیگه از مونتاگو به اسم مرکوتیو با لباس ناشناس، نقاب به چشم، مشعل توی دستاشون، با ترفند رقص و چرخش وارد مهمونی میشه. بعد به ورود برگ میخورن با آقای کاپولت که گونه هاشو شراب سرخ کرده، با دیدن اونا یاد جوونی ها و شیطونی های خودش بیفته. خوش اومدی. آقا دور تا دور سالن مشعل ها و شب سالن کردن عینهو روز، مطربا در حال نواختن، خدمتکارا شراب بین مهمونا تقسیم میکنن و مهمونا کپه سه تا دوتا تکی. حالا همه آماده رقصیدن میشه. مطربا که در حال نواختن بودن آهنگ رو عوض میکنه. رومئو یه قصه ما هم یه گوشه‌ای وایساده داره چشم میندازه دنبال روزالین. این کیه که به مشعل‌ها داره درس درخشندگی میده؟ مثل گوهری گرانبها میمونه که به سینه زیبا صنمی آویخته شده باشه. چنان قرص خورشید پری چهره‌ای که از حسن خلاق چه پر بهره‌ای، محو
جمال این خانوم داره از کمالات و زیباییش واسه بنولیو مرکوتیو تعریف کنه که تیبالت از روی صداش میشناسدش. اک مونتاگوی پس فدرت، به خودت اجازه دادی وارد مهمونی خانوادگی ما بشی؟ هیچی. داری دخترموی منو دید میزنی، میخواد بره شمشیر بیاره تا خونشو بریزه، کاپولت از راه میرسه. های این دور از رسم مهمون نوازی، اینا که کار بدی ازشون سر نزده. تازه همه شهر رومئو رو به نیکسیدتی و خوشرفتاری میشناسه. آخه عمو همین که من میگم، برو شرم پا نکن بچه پر رو. همینجا تیبالت کینه شدیدی از رومئو به دل میگیره و میگه من هر جا که شده حالتو میگیره. رقص تموم میشه، فرشته زیبا رو دنبال میکنه تا ببینه جایگاه نشستنش کجاست. با کمال ادب و احترام میرسه خدمت خانم. خانم من زائری هستم که برای زیارت دستای شما اومدم. برای اینکه پنجه ناپاک من دست شما رو آلوده نکنه، اگه اجازه بدید میخوام اونا رو با بوسه زیارت. آها، از کمالاتت پیداست که نجیب زاده ای، مؤدب و باوقارم هستی. اما بگم از لبای زائرا که واسه دعا و مناجاته، نه بوسیدن. آقا کلکلای عاشقانه و زیرکانه، یکی این میگه یکی اون، این از مغرب میگه اون از مشرق میگه. سرگرم این حرفا شدن. مادر خانم صداش میکنه باید بره که هر دو تو یه نگاه دل و دین و باختن و یک دل نه 100 دل عاشق. خانم موقع رفتن زیر چشمی داره آقا رو نگاه میکنه. رومئو هم همجور تابلو میخه رفتن خانم. پرسجو میکنه بله خانم جولیت دختر زیبای کاپولت دشمن دیرینه خاندان رومئو یعنی مونتاگوست. انگار یه سطل آب یخ میریزن رو سرش. وحشت زده هر کاری میکنه نمیتونه دل بکنه. دلی که لرزید. از اون طرف هم جولیت سخت دلباخته رومئو شده و بعد از اینکه فهمیده اون پسر مونتاگو دشمن خانوادگی خودشه، آقا شدیدن رفته تو فکر، پنجه به صورت میکشه، خودشو میزنه، موهاشو میکنه که ای بابا من چرا به این سرعت دل و دین خودم رو باختم، اونم به دشمن خانوادگی خودم. خلاصه دیگه دل تو دل این دوتا جوان نیست، فقط فکر و خیال. رومئو روزالین چی شد؟ دلی عشق آتشین. میگه اگر دیدی جوانی بر درختی ولش کن. یه با زهره و ما اگر انبازی، رو خانه ز ماه ساز اگر این سازی. بامی که به یک لگد فرو خواهد شد، آن به که لگد زنی فرو انداز. نیمه شب شد، همه از مهمونی خارج میشه، اما رومئو مگه میتونه جولیت رو ترک کنه؟ بد جوری دل باخته شده. آقا تو کوچه پس کوچه های شهر ورونا یواشی رفیقاشو میپیچونه، از دیوان آهوی کشان میپره تو باغ خونه کاپولت. آروم آروم از لای شمشادا خودشو میرسونه زیر پنجره اتاق جولیت. دل تو دلش نیست که یهو پنجره باز میشه و جولیت عین ماه شب 14 میاد تو ایوون. رومئو میپره پشت شمشادا و پنهون میشه. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. جولیت تو ایوون دست زیر چونه داره شب باغ و تماشا. یه آهی از ته دل میکشه. آه رومئو، کاش اسم تو رومئو نبود، کاش تو از مونتاگوها نبودی. اسم خودتو فراموش کن وگرنه منو از عشق خودت مطمئن کن تا من این کارو بکنم. رومئو آغوشتو باز کن و منو تو آغوش خودت ببین. بیا پشت شمشادا. آقا حرفای خانم جولیتو شنیده،
از شدت التهاب نمیدونه چه کار کنه. زبون بند اومده، فشار اومده رو هزار. جولیت منو دل داده، خودت بدون غیر از این هیچی نیستم. جولیت اول ترسیده که تو باغ کی حرفای منو شنیده، اما گوش عشق سریع الانتقام. تو اینجا چه کار میکنی؟ میدونی اگه اینجا گیرت بیارن چه بلایی سرت میارن؟ خطری که تیغ نگاه تو واسه من داره از شمشیر زهرآلود اونا واسه من بدتره. چطوری وارد باغ شدی؟ چطوری اتاق منو پیدا کردی؟ من دریانورد! صدا تو بیار پایین. من دریانورد نیستم، اما بدون واسه پیدا کردن تو حاضرم سختی 7 دریا رو تحمل کنم. جولیت که از خجالت گونه‌هاش سرخ شده، طبق سرشت همه خانوما که اجازه نمیدن مردا از درونشون با خبر بشن، سکوت میکنه. به افتخار هرچی خانم ایرانیه. روما میخواد لب باز کنه واسه عهد و پیمون بستن، خانم میگه صبر کن، هول نکن، اینقدر عجله نداشته باش. یولیت، خانوما دارن صدا میکنن باید بره. آقا تکلیف منو معلوم کن، من بالاخره باید چیکار کنم؟ جولیت یه قدم نرفته برمیگرده. فکراتو بکن، من فردا صبح یه نفر رو میفرستم پیشه. راستش منم دیگه بریدم. اگر موافق بودی قراره که کجای مراسم عقدمون رو میذاریم. الان دیگه زودتر برو تا کسی سر و کلش پیدا نشده بزنه تیکه تیکت کنه. برو دیگه. نمیره. از چنین محو تماشای منی و اونقدر مات که یک دم مژه بر هم نزنی. مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. از هم جدا بشه. بشناز رومئو، بیخوابی زده به کلش، چه کنم چه نکنم به جای میره که همیشه واسه درد و دل و راز و نیاز میرفت. کجا؟ معبد لارنس راهب. صدای قدمهاش تو کوچه های شهر ورونا، تاپ تاپ قلبش، حرفای خانم جولیت با هم قاطی قاطی شده. وارد معبد میشه. لارنس که صبح زود از خواب بیدار شده واسه راز و نیاز تو محراب نشست. از دیدن رومئو تعجب نمیکنه. میگه حتما دوباره عشق روزالین نذاشته بخوابه، اومده واسه اعتراف و درد و دل و این حرفا. اما رومئو داستان عشق خودش جولیت رو تعریف میکنه و ادامه میده که امروز میخوان به عقد همدیگه در بیان و لارنس شما باید این کار انجام بدید. لارنس میره تو فکر که آقا من موندم، این جوونا به جای اینکه عشقشون از دلشون باشه چرا از چشماشون؟ ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بینه دل کنه یاد. بسازم خنجری نیشش سفولاد زنم بر دیده تا بگید دل. این اتفاق میفته. رومئو امان از دست این جوان. این اتفاق میفته. رومئو، جولیت، لارنس راهب و مادر خانوم که نیست و پرستارش که از بچگی محرم اسرارش بوده، جای مادرش ذره ذره بزرگ شدنش رو دیده، تنها شاهد عقد اوناست. مثل یه مادر آرزو داشت اونو تو لباس عروسی بود. اما عروسی که اون فکر میکرد اینطوری نبود که 7 شبانه روز بزن و بکوب شرابی و کبابی و مهمونای از این سرزمین و اون سرزمین. اما جوانای امروزی به خاطر دلشون پشت پا میزنن به همه چی. یک شاخه گل سرخ، 2 تا چشم اسیر، یه دل پردرد، مهریه خانم جولیت اندل مطالبه. وکیلم برای بار دوم عرض میکنم عروس خانم، وکیلم اگر رفتی گل بچینی سری برگرد. برای بار سوم این بار نگید عقد عروسی به هم میخوره، هفته دیگه تا عقد نکنی هیچ اتفاقی نمیفته. وکیلم به افتخار 2 دسته گل شاخ شمشاد، عروس و ماه داماد، بزن کف مرتب.
تنها کادویی هم که سر عقد میگیرن یک عدد نردبون تنابی شکله که خانم موقع لزوم از پنجره اتاق بندازه پایین تا آقا برسن خدمتشون برای عرض ادب. خیلی با ادبی. بشنو از تیبالد اگر ساکتن روزی ارباب ها، ولی آتش افروزم این نوچه ها. تیبالد اومدن روما به مهمونی رو بهانه کرده، با چند تا دیگه از این کاپولتی های خفن شمشیراشون از رو بستن، اومدن به محله مونتاگو، برخوردن به بنوولیا مرکوتیو که آهای روما کجاست. بنوولیا اول سعی میکنه این آقا رو آروم کنه که تو همین میون روما وارد معرکه میشه. ای بر خرمگس معرکه لعنت. تیبالد هرچی فوش بلده نسالش رومان که دیگه خودش به اونا فامیل میدونه جوابش با آرومی میده. یا آقا شما قصد دعوا نداریم، من امروز نز بهر جنگ آمدم، پی کوشش و ناملنگ آمدم، اما تیبالد تو با من به بیداد کوشی، همی دو چشم خرد را بپوشی همی. مرکوتیو که دیده روما اینقدر آرومه فکر میکنه از تیبالد ترسیده، دست میبره واسه شمشیر، بعد به شمشیر از ضربت غلاف بیرون میکشه، شروع میکنن به جنگیدن که شمشیر تیبالد فرو میره تو قلب. مرکوتیو نقش زمین میشه. رومئو یه نگاه به جسد غرق به خون رفیقش که روی زمین افتاده، یه نگاه به تیبالد، کارت بزنی خونش در نمیاد. سرت را بکوبم بگو سنگران که زندان نکوبم آهنگران، بگیرم کمت را چنان خاطران، بکوبم سرت را به تاقان چنان. میره واسه تیبالد شرق و شرق خوردن شمشیرها به هم، گرد خاکی به خاکی به نگو نبرس که تو یه زمه تیبالد زخم خورده وسط میدون مبارزه نقش زمین میشه. این چه کاری بود که من کردم؟ بنوولیا روما رو فرا نمیده. خبر مثل تو شهر ورونا میپیچه، همه جمع میشه. شاهزاده و فرمانروای شهر قضیه رو جلو میشه. بنوولیا داستان مو تعریف. کاپولت و لیدی کاپولت خواستار برقراری عدالت میشن. مونتاگو و لیدی مونتاگو هم از زندگی فرزندشون دفاع میکنن و میگن آقای شاهزاده، مرکوتیو هم که از مونتاگو باشه توسط تیبالد کشته شده. شاهزاده هم به حرف اونا اعتنایی نمیکنه و حکم تبعید روما رو اعلام میکنه. روما بعد از شهر خبر نشون میده. اول از روما به خاطر کشته شدن پسرموش خشمگین میشه، اما بعد احساس عاشقانش بر خشمش پیروز میشه، اشکاش عین مروارید از چشمای زیباش جاری میشه که چطوری دوری روما رو تحمل کنه. پرستار میخواد آرومش کنه. جولیت انگشتری به پرستار میده، میگه روما رو پیدا کن، اینو بده بهش که باور کنه من گفتم. بگو امشب حتما قبل از رفتن به دیدن من. خبر به روما میرسه، به دیدن جولیت میره، شب زیبا و شادی رو با هم میگذرونن. اما افسوس که ته دلها غم عجیب. مقراض خورشید چادر شب را درید، سپر افکند
ماه آفتاب پرده کش. موقع رفتن قرار میذارن با نامه و توسط لارنس در ارتباط بشه. بوسه آخرین رو از معشوق میگیره و از دیوار باغ در حالی که از میل رفتن تهیه خونه پدر خانومش به سمت منتها ترک. عشق را آنگه صدایی خوشتر است که از دلی آید برون که از غصه‌اش خونین تر است. از فراق روی معشوق گریه این نه خون ز چشمان گرچه کرد زیباتر است. دوست داری بقیه‌شو بشنوی؟ نه همچی بله خواستگاری تو که نیومدن. بله یا نه؟ بله. یه استراحتی بکن تا من یه نفسی تازه کنم. باغبان را گر چند روزی صحبت گل بایدش بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل در بند زلفش از پریشانی منال مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر 100 هنر دارد توکل. از اینجا تراژدی این داستان تازه آغاز میشه. هنوز مدتی از رفتن رومئو به شهر منتها نگذشته که جوونی از نجبای شهر ورونا به اسم کنت پاریس خواستگار جولیت همسر رومئوی بیچاره ما شد. کاپولت از طرفی دختر خودش هنوز برای ازدواج خیلی جوون می‌بینه، اما از طرف دیگه کنت پاریس که از بستگان شاهزاده شهر وروناست موقعیت خوبی داره، برای کاپولت بد نمیشه. قبول. جولیت پیشنهاد پدر رو که میشنوه از این ور میگه از اون ور میگه، مرگ پسرموش بهانه میکنه، اما انگار نه انگار نرود میخ آهنین بر سنگ. خودتو برای ازدواج با کنت پاریس آماده کن. هفته بعد عروسی. قبول نکنی دیگه دختر من نیست. یه مثلث: رومئو، جولیت، کنت پاریس. ولی افتاد مشکل ها، آسمون دور سر جولیت میچرخه. نه با کسی میتونه مشکلش در میون بذاره، نه به رومئو دسترسی داره. چه کنم چه نکنم، یه چشم اشک یه چشم خون میره به معبد لارنس راهب تا از اون کمک. برای رهایی از ازدواج با کنت پاریس حتی حاضرم زنده به گور بشم، حاضرم خودم از یه برج بلند بندازم پایین، ولی ازدواج نه. لارنس یه فکر میکنه. میگه برو خونه به همه بگو به این ازدواج راضی شدی، خودتو برای عروسی آماده کن.
شب عروسیتون از این دارویی که بهت میدم میخوری تا 48 ساعت میشی عین میت. طبق رسوم بدن تو به سرداب میبرن تا اونجا به آرامش ابدی برسی. من یه نامه به رومو می‌نویسم میگم بیا وقتی به هوش اومدی من و رومو بالای سر تو هستیم و رومو تو رو با خودش از این شهر میبره. منم سر فرصت قضیه رو به خانواده هاتون میگم. آقا جولیت از ترس ازدواج با کنت پاریس، از عشق زیادی که به رومو داره، با چهره خندان دارو رو میگیره و به خونه برمیگرده. تصمیم میگیرن تا نظر جولیت عوض نشده به جای هفته دیگه همین فردا مراسم عروسی رو برگزار کنن. خونه کاپولتا پر از شور و شادی، همه در تکاپوی مراسم عروسی، مطرب دعوت میکنن، گل سفارش میدن، مهمون دعوت میکنن. شب جولیت تو اتاقش بهترین لباسش رو میپوشه، پرستار رو بیرون میکنه، دارو رو میخوره. حالا این وسط اگه بیدار نشن، اگه مردن، اما نه، به لارنس اعتماد زیاده، اندیشه های اهریمنی رو از سر خودش دور میکنه و آروم میگیره میخوابه. صبح روز بعد کنت پاریس شاد و خوشحال به اتفاق مطربا وارد خونه کاپولت میشه. کنت پاریس هستن داماد، کلفت هستن ساعت 6 صبح. خانم خاله بفرمایید. اشکال نداره، من خودم بیدارش میکنم. از پله ها آروم میره بالا تا پشت در اتاق خانم جولیت خانم صبح شده بلند شید، ساعت 11 است. این میخواد مثل قصه ها من برم با یه بوسه از خواب بیدارش کنم. اینم که کاری نداره. جولیت آقا دست به صورتش میزنه، نبضشو میگیره. نه خیر، انگار 100 ساله که مرده. فریاد جولیت خونه کاپولت رو بر میکنه. جسد نوعروس جولیت مقابل همه اهالی خونه کاپولت و داماد جدید عزاداره، اون چه واسه عروسیش آماده شده بود حالا باید تو مراسم عزاش استفاده کن. آخ بمیرم دلت اینجاست. مهمونا لباسای عروسی رو در میارن، لباس مخصوص عزا تنشون میکنه. آیا حالا تنها میوه زندگی کاپولت و لیدی کاپولت، تنها فرزندشون مرده، اونا کالسکه عروس رو برمیگردونن تا برای جولیت عزیز تابوت بیار. آخ بگر هر گل که بیشتر به چمن میدهد صفا، گلچینه روزگار امانش نمیدهد. قوی وجود همه اهالی خونه کاپولت رو فرا گرفته. انشالله به شادیاتون خدمت کنید. از اونجایی که اخبار بد زودتر از اخبار خوب پخش میشه، خبر فوت جولیت تو منتها به رومو میرسه. قاصدی هم که لارنس فرستاده تا به رومو اطلاع بده،
از حساسیت موضوع نامه چیزی نمیدونسته، یه مشکلی براش نامه به دست رومئو نرسید. آسمون دور سرش میچرخه، سوار اسبش میشه، عطار فقیری رو اون نزدیکی میشناسه، سراغش میره، سم مهلکی رو به ازای پول زیادی از عطار طلب میکنه. عطار نمیده، به زور ازش میگیره و پاشنه به تویگاه اسب ترق 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 میره به سمت رومئو. شب شد، وارد سرداب میشه، یه میده آهنی توی دست، یه شیشه زهر، پر کمر. میخواد تابوت جولیت رو باز کنه و بعد از خوردن زهر کنار معشوقش به آرامش ابدی برسه که یهو یه صدایی از توی تاریکی: ای منتقای پس فطرت، دست از خیال ناپاکت بردار و از جنایت خودت منصرف شد. صاحب صدا کندپاریس نصف شب با دستگل اومده با معشوق خودش وداع. اون که از رابطه رومئو و جولیت خبر نداره، که فکر میکنه رومئو به خاطر دشمنی با خاندان کاپولتا نصف شبی اومده به جنازه جولیت بی احترامی کنه. بعد اختار میکنه از اینجا بری بیرون. دست از سرم مردم، نظر برای که سر تیبال آوردم سرتو بیارم، نظر گناهم بیشتر بشه. کندپاریس حرفاشو به مسخره میگیره و بینشون زد و خوردی پیش میاد و این بار تو یه ضربه رومئو کندپاریس هم از پا در میاد. توی نور پاریس به زمین میفته. رومئو میشناسدش از کار خودش پشیمون میشه. داشته باش خدمتکار کندپاریس که صدا رو از بیرون شنیده رفته مردم خبر کنه. در تابوت باز میکنه. چشمش به جولیت میاد. هنوز مرد نتونسته گل روی تو رو پژمرده کنه. نگاهی خیره به صورت و تن سرد معشوق میکنه، اشکی از گوشه چشمش پایین میفته و شیشه زهر رو تا ته همینطور که زهر داره روی رومئو اثر میکنه، تأثیر داروی بیهوشی جولیت هم کم کم داره از بین میره. لارنس که وقتی فهمیده خبر به رومئو نرسیده، اومده جولیت رو شبونه با خودش ببره. روم تا ببینم چه آمده به سر، چه شد دخترک، چه شد آن پسر، چه شد سرنوشت دو عاشق، چه شد، چه خاکی کنم من اینک به سر. وارد سرداب میشه، خون کف سرداب گرفته. دلش گواهی از اتفاق بدی. یه نگاه به جسد کندپاریس که اون بر روی زمین افتاده، یه نگاه به جسد رومئو که پای تابوت جولیت. تو همین میون جولیت بیدار میشه. لارنس، رومئو کجاست؟ لارنس قضیه نرسیدن نامه به رومئو رو براش توضیح میده که تو همین میون یه سر و صدایی از بیرون شنیده میشه: بابا بیا از اینجا بریم. جولیت جم نمیخوره. لارنس میره. جولیت متحیر و مات پاش از تابوت بیرون میذاره. جسد رومئو رو میبینه که با شیشه خالی زهر روی زمین افتاده. حریص بی معرفت، همشو یه جا خوردی؟ یه صدایی از بیرون شنیده میشه، شمشیر رومئو رو بر میداره و در حالی که گونه هاش شده ساحل اشک چشماش، شمشیر رو تو سینه خودش فرو میکنه.
پرده آخر نشون میده که عاقبت کینه ورزی تقدیری جز این نداره. کاپولت و مونتاگو به سرداب میان این منظره رو تماشا میکنن، بغض گلوی هر دو رو فشار میده و تصمیم میگیرن که کینه های قدیمی خودشون رو کنار بذارن. اما اتفاقی که نباید میافتاد افتاده. اینطوریه که ستاره عشق این دو عاشق و معشوق تو آسمونا به هم. عقل گفتا بنده درگاه شو، عقل گفتا بنده درگاه شو، عشق گفتا بند بگذر شاه.